یه جمله معروف هست که میگه داغ‌ترین عذاب جهنم آتیش نیست بلکه بی‌عدالتیه. و سیدنی سال 1979 دقیقا همین جهنمی که توش 7 نفر سوختن، ولی کسی که کبریت رو کشید تا آخر عمرش تو ویلای لوکسش زندگی کرد. پرونده‌ای که امروز با هم بررسیش می‌کنیم، پرونده‌ایه که دولت استرالیا 45 سال تمام سعی کرد اون رو مخفی نگه داره. پلیس آثار جرم رو دزدید، اما اون چیزی که این پرونده رو از اونی که هست خیلی عجیب‌تر می‌کنه، همدستی نخست وزیر وقت اون موقع با مافیا بود. ما داریم در مورد آتش سوزی قطار ارواح لونا پارک حرف میزنیم، ولی اشتباه نکنید، این داستان یک حادثه نیست، این داستان یک قتل عامه. دیمین گادسن 6 ساله، کریگ گادسن 4 ساله، جان گادسن پدرشون، جاناتان، ریچارد، مایکل، سیموس، 4 تا رفیق 13 ساله. 7 نفر که رفتن توی یه تونل تاریک برای خوشگذرونی و تنها چیزی که ازشون برگشت یک مشت خاکستر و یک عکس ترسناک. عکسی که دقایق قبل از مرگشون گرفته شد، دیمین کوچولو کنار یک مرد با ماسک شاخدار شیطانی ایستاده بود. هنوزم که هنوزه کسی نمیدونه اون شخص کی بود. انگار مرگ به استقبالشون اومده بود. امروز سال 2025 ما بالاخره تمام قطعات پازل رو داریم. اعترافات جدید، اسناد محرمانه پلیس که لو رفته و علم مهندسی حریق. آیا آماده اید که وارد تاریک ترین تونل تاریخ استرالیا بشید؟ قبل از اینکه بریم سراغ شب حادثه باید بفهمیم کجای تاریخ ایستادیم، چون نسل جدید سیدنی رو با اپرا هاوس و توریست ها میشناسه. دقیقاً سیدنی اواخر دهه 70 یه جنگل بود، یه جنگل واقعی. اقتصاد فلج کننده بود، اعتصابات کارگری هر روز بیشتر میشد، اما در زیر پوست شهر یک اقتصاد دیگه در جریان بود. اقتصاد سیاه، مواد مخدر، قمار غیرقانونی و فاحشه خونه ها، همه اینا توی محل جمع شده. کینگز کلاس قلب تپنده جنایت و ارباب این قلب شخصی بود به اسم آبراهام گیلبرت سافرون یا به اختصار ایب سافرون، متولد 1919 در منطقه نزدیک به سیدنی. این اسم رو خوب به خاطر بسپارید. ایب سافرون معروف به آقای گناه یا مستر سین، آدمی که میگن مثل پلیسای شهر تو جیبش بودن، آدمی که اگه ملکی رو میخواست و بهش نمیفروختی ملکی یهو پوت میشد. دقیقاً تو همین دوران پرآشوب مردم دنبال پناهگاهی بودن که هم ارزون باشه و بتونن برای چند ساعت بدبختیشون رو فراموش کنن و این پناهگاه لونا پارک بود. لونا پارک با اون ورودی معروفش که شبیه صورت خندانه، پارکی که درست لب آب ساخته شده بود، زمینش طلا بود، طلا. اما خود پارک یک مخروبه خوشرنگ بود. مدیریت صرفاً به فکر پول بود و ایمنی و امنیت هم صفر مطلق. یکی از کارکنان سابق بعدها گفت ما با سیم مفتول و چسب نواری وسایل و سرپا نگه داشتیم. تو همچین شرایطی قطار ارواح محبوب ترین وسیله بود. بذارید یه تصویر دقیقی از قطار ارواح بهتون بدم، چون وقتی میگیم قطار به نظر یه چیز مدرن و فلزیه. نه اصلا، این یه سوله قدیمی بود، توش ریل 180 متری پیش در پیش کشیده بودن، واگناش چوبی و کوچیک بودن و مخصوص 2 نفر بود فقط. وقتی سوار قطار میشدی وارد یه تاریکی مطلق میشدی. درهای چوبی با ضربه واگن باز میشدن و در اون سمت اسکلت‌های چوبی، تارهای عنکبوت مصنوعی، نقاشی‌های ترسناک انتظارت می‌کشیدن. ولی جنس این دکورها مهمه رضا. اونا از کرباس هسیان ساخته شده بودن، پارچه‌های ضخیم با رنگ‌های روغنی رنگ شده بودن. این ترکیب یعنی ناپالم جامه. و بدتر از اون تهویه، این تونل‌ها فن‌های غیر قدرتمندی رو داشتن که در صورت بروز هر گونه آتش‌سوزی مثل دمنده‌های آهنگری عمل می‌کردن و اکسیژن رو به آتش می‌رسوندن. حالا قسمت ترسناک ماجرا اینه. 18 ماه قبل از حادثه سازمان آتش‌نشانی سیدنی اینجا رو بازرسی میکنه و اونا گفته بودن که اینجا ناامنه و باید سیستم آبپاش سقفی نصب بشه. مدیریت پارک چیکار کرد؟ اومدن انداخت سطح آشغال و گفتن گرونه. گفتن که این فقط برای تفریحه، سخت نگیرید. پس ما ساختمون طرفیم که پر از مواد سوختنیه، راه فرار نداره، سیستم اطفاء حریق نداره و شلنگ‌های آتش‌نشانیش هم کوتاهن و به ته سالن نمیرسن. 9 ژوئن شنبه شب، هوا سرده و پارک هم قلقل است. خانواده گادسن اومدن. جان، جنی،
و 2 تا پسرشون. اون شب قرار بود یک شب رویایی باشه. جان گاتسن پدر خانواده عاشق تنیس اون روز مسابقه داده بود و سر حال بود. تصمیم گرفتن لحظه آخر یک دور دیگه سوار قطار ارواح بشن. جنی مادر خانواده هوس بستنی کرد. به بقیه گفت که شما برید، من میرم بستنی بخرم میام. این تصمیم مرز بین مرگ و زندگی بود. همزمان اون 4 تا پسر مدرسه‌ای از کالج بیولی هم توی صف بودن. جاناتان بیلینگز، ریچارد کارول، مایکل جانسون و سیموس رایلی. اونا با هم میگفتن، شوخی میکردن، میخندیدن، فکر میکردن دنیا مال اوناست. جیسون هولمن دوست پنجمشون دلهوره داشت و یه حسی بهش میگفت نرو و اون بیرون وایساد کنار نرده‌ها و محل دوستاشو تماشا کرد تا اینکه ساعت 10:14 آخرین واگن‌ها وارد تونل میشن. ساعت 10:15 کارکنان پارک متوجه دود میشن. اولش فکر کردن یه بچه شیطون ته سیگار انداخته تو سطل آشغال، ولی دود سیاه و غلیظ. سومانی یکی از مسافرها که زودتر تونسته بود بیاد بیرون گفت که من آتیش رو دیدم که از کف زمین زبانه میکشید. آتیش روی دیوار نه، کف زمین بود. یعنی چی؟ یعنی منبع آتیش پایین بوده، جایی که معمولا مایعات جمع میشه. در عرض فقط 3 دقیقه کل اون سوله 180 متری تبدیل به جهنم شد. سقف اون سوله با توجه به شکل و ماهیتش ذوب میشد و مواد مذاب مثل بارون روی واگن‌ها میریخت. جیسون هولمن بیرون ایستاده بود، میدید که دود سیاه میزنه بیرون، صدای جیغ دوستاش رو میشنید. شاید اون لحظه برای یه پسر بچه 13 ساله قابل تصور نیست. آتش نشانی ساعت 11 شب آتیش رو مهار کرد، ولی دیگه چیزی جز اسکلت همون ساختمون باقی نمونده بود. آتش نشانا رفتن تو. صحنه‌ای که دیدن تا آخر عمر کابوسشون شد. جان گاتسن پدری که سعی کرده بود با بدنش بچه‌هاش رو بپوشونه، اونا ذوب شده بودن توی هم. و اون 4 تا پسر، اونا از واگن پریده بودن پایین و به سمت در خروج اضطراری دویده بودن. جنازه‌هاشون پشت همون در پیدا شد. موش‌های گری کرده نشون میداد تا لحظه آخر داشتن به در میکوبیدن. اینجا دقیقاً جایی که خون آدم به جوش میاد. صبح روز بعد، یک شنبه. غالباً بعد منطقه محاصره میشد. تیم جرم شناسی باید میومد دونه دونه خاکسترها رو غربال میکرد تا علت رو پیدا کنه. ولی به جاش کی اومد؟ بولدوزرها. با دستور مستقیم مدیریت پارک و تایید پلیس، بولدوزرها وارد شدن. اونا همه چی رو صاف کردن. آهن‌پاره‌ها، سیم‌ها، بقایای واگن‌ها همه رو بار کامیون کردن. تصور کنید خانواده‌ها هنوز جنازه بچه‌هاشون رو تحویل نگرفته بودن که صحنه جرم نابود شد. چرا؟ چون کاراگاه داگ نایت بدون هیچ بررسی فنی اعلام کرد اتصالی برق و پرونده بسته شد. داگ نایت، فردی که بعدها مشخص شد با جنایتکارها مراوداتی رو داشته، اجازه نداد حتی مهندسای برق سیمکشی رو چک کنن و گفت که همه چیز مشخصه. حالا بیاد وصلش کنیم به آقای گناه یا مستر سین. چرا پلیس باید همچین گندکاری رو بپوشونه؟ مگه پسرخاله مدیر پارک بودن؟ نه، بحث پول بود، بحث زمین بود. ایب سافرون مدت‌ها دندون تیز کرده بود واسه لونا پارک. اون میخواست پارک رو بکوبه. جاش چی بسازه؟ یه مجتمع تفریحی بزرگ با کازینو. ولی مانع داشت. قرارداد اجاره طولانی مدت پارک دست یه شرکت دیگه بود. سافرون یه تئوری داشت. اون میگفت که اگه کسب و کاری نتونه مشتری جذب بکنه محکوم به شکسته و چی بهتر از یه فاجعه مرگبار برای ترسوندن مردم. پلیس‌های قدیمی سیدنی یه اصطلاحی داشتن: آتیشبازی سافرون. هر وقت سافرون ملکی رو میخواست و بهش نمیدادن اونجا آتیش میگیره. 7 تا ملک دیگه تو اون 3 سال به همین روش سوختن. سال 2007 وقتی که سافرون مرد، خواهرزادش سکوت رو شکست و گفت که عموم به من گفت که دستور آتیش زدن لونا پارک رو داده، اما قسم میخورده که نمیخواسته که کسی بمیره و صرفا هدفش تعطیلی اونجا بوده. این یعنی قتل شبه عمد، یعنی جنایت. و پلیس فاسد اون دوران وظیفش این بود که مطمئن بشه اسم سافرون توی پرونده نمیاد. داگ نایت، همون کاراگاه، سالها بعد معلوم شد که روابط نزدیکی رو با شبکه سافرون داشته و حتی شاهدها رو تهدید میکرده. یه شاهد بود به اسم لس. اون دیده بود که چند تا مرد با لباس چرم و موتورسیکلت قبل از آتش سوزی اونجا بودن. اونا رو دیده بود که بطریای دستشون بود. وقتی لس رفت پیش پلیس، داگ نایت بهش گفت که پسر جان،
تو هیچی ندیدی. اگه میخوای زنده بمونی ساکت شو. 40 سال گذشت. عملا همه چیز فراموش شده بود تا اینکه در سال 2021 یک تیم روزنامه‌نگار سمج و یک تیم مهندس حریق پرونده رو شخم زدن برای پیدا کردن حقیقت. اونا کاری رو کردن که پلیس سال 79 نکرد. بازسازی علمی صحنه جرم. و سوال اصلیشون این بود که آیا مشکل در کاوکشی و سیمکشی‌های اونجا یا ته‌سیگار میتونه باعث ساخت همچین جهنمی بشه، اونم ظرف 5 دقیقه؟ جواب علم خیر بود. ببینید وقتی ته‌سیگار میفته روی چوب یا کاغذ، اولش ساعت‌ها دود میکنه، دودش سفیده، حرارتش کمه. ولی شاهدای عینی توی لوناپارک چی دیده بودن؟ شعله‌های انفجاری، دود سیاه و غلیظ، گرمای زیاد، اونم در همون لحظه اول. مهندسا گفتن این الگوی سوختن فقط مختص شتاب دهنده‌های مایع است، مثل بنزین، نفت سفید یا تینر. یعنی یکی رفته تو مواد پاشیده روی ریل ها و دکورها و فندک رو زده. ولی یک کشف تکان دهنده دیگه. پلیس گزارش محرمانه داشت که توش نوشته بود بوی نفت سفید در محل حس شده، ولی این گزارش رو از پرونده دادگاه حذف کرده بودن. حذف کردن مدرک این دیگه بی‌کفایتی نیست، این خود خیانت. سال 2024 فشار عمومی اونقدر زیاد شد که پلیس نیو ساوت ولز مجبور شد اعتراف کنه. اونا رسما گفتن تحقیقات اولیه ما ناقص و اشتباه بوده. جایزه $1,000,000 گذاشتن و الان در سال 2025 دادگاه پزشکی قانونی داره حکم نهایی رو صادر میکنه و طی این حکم اون 7 نفر قربانی آتش‌سوزی عمدی شدن. رضا وقتی من به این پرونده نگاه میکنم فقط 7 جسد نمیبینم، من مرگ اعتماد رو میبینم. اعتماد به پلیس، اعتماد به این که اگه بلای سرمون بیاد قانون پشت سرمونه. ولی در مورد خانواده گادسن قانون دشمنشون بود. جیسون هولمن پسری که زنده موند، اون الان یه مرد میان ساله، تمام عمرش رو با این سوال جنگید چرا من، چرا اونا. اون قهرمان واقعی این داستانه. اون هیچ وقت تسلیم نشد، هیچ وقت نذاشت خواب راحت به چشم مقامات بیاد. لونا پارک سیدنی هنوزم بازه، چرخ و فلکش میچرخه و هنوزم صدای خنده بچه‌ها میاد. ولی جای اون قطار ارواح قدیمی یه فضای خالیه، یه یادمان کوچیک. شاید عدالت کامل هیچ وقت اجرا نشه چون قاتل‌ها دیگه مردن. ایپ سافرون توی تختش مرد و داگ نایت با حقوق بازنشستگی مرد. اما حقیقت زنده موند و شاید این بزرگترین انتقام باشه، اینکه همه مردم بفهمن که تنها شیطان واقعی اون مکان فقط اون فرد با ماسک شیطان شاخدار نبود، بلکه کسایی بودن که به خاطر پول کبریت رو کشیدن. اگه این ویدیو رو دیدید و دلتون به درد اومد، یعنی انسانیت هنوز زنده است. لطفا اگه فکر میکنید این داستان باید شنیده بشه، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. توی کامنت ها برام بنویسید که حقیقت دیرهنگام بهتر از دروغ ابدی هست که دیگه فایده ای نداره. خدا نگهدار. تا پرونده بعدی و افشاگری بعدی، فعلا.